حاج بیبی بسیار زن طلایی بودن، زنی که در سرشان قرآن بود، زنی که دانشی بلند انسانی داشتن، زنی که ما تربیت کردن. تو دینش به فریب کرده بچه ما همیشه ناز خدمت داد به روزی شب. امروز خیلی نصیب بود است که ما مادر جانم کسل میکنیم. پس از ظهر روز 6 ایول در دهه غسر جماعت لایق شرری شهر پنجکند مراسم ویدای مهبانو رحمانووا مادر هنرمند مردمی تاجیکستان افضل شاه شادیف با اشتراک صدها نفر از هواداران آوازخوان و پیوندان دایر گردید. مهبانو رحمانووا 82 سال عمر دیده و نزدیک 50 سال همچون آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک در دبستان این منطقه هممرز با ازبکستان به نورسان درس گفته است. مادری که امروز ما با آن کس خیر و خوش میکنیم، قسم زیادی آن نفرانی که در این جماعت هستند تربیت کرده هستند از زینه کودکستان تا آموزگاری، و اگر واقعا به حیات و فعالیت مادر عزیز چشم دوزیم تا در زمان رئیسی شادی سلطان مراد سر کرده تمام بار گران زندگی را به دوش خود داشتند و تربیت فرزندان را به ذمه خود گرفته بودند. فرزندای تربیت کردند که امروز آبروی آنها نه تنها در جامعه ما، عموما در تاجیکستان در عرصه بین المللی معرفی کردند تاجیکستان را. فوت مادر هنرمند سرشناس به زمان اتفاق افتاد که وزارت تندرستی تاجیکستان از خروج دیگرباره بیماری همگیر خبر می‌دهد و در پی آن سر و صدای مرگ و میر گرفتار شدگان در بین مردم زیاد است. ولی به گفته پیوندان و نزدیکان این خانواده، مهبانو رحمانووا روزهای آخر زندگانیش بیماری جدی نداشت و از هیچ چیز رنج نمی‌کشید. خرون توی کردیم، دو تا توی رفته گذراندن دوشنبه بعد. توی یک خواهرم دخترش شوهر بداد. انا یک پسر خالم پسرش خانه دور کرد. با این تویا با اون که رفته سخن کردن. ناز بدن. همین 3 روز مدتش برم خیلی یک نخ. از مهبانو رحمانووا 5 فرزند و حدود 60 نبیره و ابیره باقی ماند. افضل شاه شادیف 59 ساله فرزند میانه او از شناخته ترین آوازخوان‌های کشور است که بیشترین ترانه‌هایش بر پایه اشعار لایق شرلی است. ترانه‌های او درباره سمرقند و بخارا در تاجیکستان و ازبکستان هواداران زیاد دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر پنجکند. تو دیگر به پیش بازم دمی در نمی برایی و دیگر به شیوهی خود بر من نمی سرایی.